جایی که روبرو دیده میشه قصری کعب بن اشرف، یکی از دشمنان اسلام، دشمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه منوره زندگی میکرد و از همینجا با زبان و با اشعارش و اینها مسلمان ها را و زنان مسلمان ها را اذیت میداد و باز تعداد از صحابه کرام داخل خانه شدن، در اینجا به قتل رساندن. هنوز دیوارای قصر موجود است و آثاری از این قصر هنوز دیده میشه.